سرمایه شما نابود شد. این پیامی است که میتونید هر لحظه باهاش روبرو بشین اگر این 8 پارامتر رو در انتخاب نوع و محل سرمایه گذاریتون رعایت نکنید. شماره 1. تورم رو در نظر بگیرید. فرض کن تو سرمایه گذاری دلاری شما 100% رشد داشتین و ارزش ریالی دلار هم 60% رشد داشته. نه تنها از تورم عقب نموندین بلکه به ریال 160% رشد سرمایه رو تجربه کردین. شماره 2. داشتن قرارداد شفاف و امنیت مالی. سرمایه گذاری بدون قرارداد شفاف و قانونی و نبود ضمانت میتونه عواقب وحشتناکی برای سرمایه و عواقب قانونی برای خود سرمایه گذار داشته باشه. شماره 3. بدون نیاز به فعالیت مستقیم. اگر قرار باشه خودتون مستقیم یک سرمایه گذاری رو مدیریت کنید، نیاز به دانش و تجربه قوی دارید. اما در مقابل، اگر این مسئولیت رو به تیم قابل اعتماد و متخصص بسپارید، در کنار آرامش روحی، نیاز به گذاشتن وقت و انرژی ندارید و میتونید به کار خودتون برسید. اما مورد قبلی قطعاً پیش نیازش مدیریت سرمایه توسط تیم متخصص و قابل اعتماد تا با استفاده از تجربه، دانش و ابزار، فرصت‌های برتر رو شناسایی کنن و ریسک‌ها رو هوشمندانه مدیریت کنن. مورد بعدی بازدهی کوتاه مدت. اینکه قرار باشه در انتظار نتیجه سرمایه گذاریت پیر بشی واقعا ناراحت کننده است و بهتر طول مدت سرمایه گذاریت بین 4 تا 12 ماه باشه. شماره 6. انعطاف پذیری در انتخاب طرح‌های سرمایه گذاری. هر سرمایه گذاری باید نسبت به شرایط خاص خودش نوع بازدهی مناسب خودش رو انتخاب بکنه. پس تنوع بازدهی طرح‌های سرمایه گذاری خیلی مهمه. شماره 7. سود باید منطقی و پایدار باشه. هر وقت با سودهای غیر منطقی روبرو شدین، مطمئن باشین که نه تنها به سودتون نمیرسین، بلکه اصل سرمایه‌تون هم تو خطره. شماره 8. صندوق پشتوانه. تمام سرمایه‌گذاری‌های دنیا ریسک‌های خودشونو دارن و باید محل سرمایه‌گذاریتون پشتوانه‌ای برای جبران خسارات غیر قابل پیش‌بینی و حفظ اصل پول در نظر گرفته باشه. مثلا ما تو آرکا کوین بهش میگیم صندوق پشتوانه که با بهره‌گیری از دارایی‌های امنی مثل طلا و ملک و غیره، ثبات سرمایه‌گذاری‌ها رو تضمین می‌کنه. نه تنها مورد آخر، بلکه تمام 8 مورد بالا رو تو پنل سرمایه‌گذاری آرکا کوین در نظر گرفتیم. 4 سال تجربه کنار سرمایه‌گذارامون بهمون ثابت کرده که موفقیت فقط به سودآوری نیست، امنیت، شفافیت و اطمینان هم مهمه. با آرکا کوین میتونی آینده مالی مطمئن و رو به رشدی برای خودت بسازی. موفقیت فقط یه تصمیم هوشمندانه با تو فاصله داره.